گذاشته بودیم آیا پیسنده است و نگاهی مهمان برنامه ما به این ژانر چگونه است؟ دارنده عنوان حلقه فرهنگی جمهوری تاجیکستان، سلیست انسمبل سازی و آوازی صدای سوخت الیاس اوچلا این صبح در مهمانی برنامه مایم و پیش از این صبح رو بخیر و شاده میگوییم برایتان. تشکر رحمت. و چون با تماشابینم در بالا چون در آغاز برنامه گفتیم از سوال گذاری ما آغاز کردیم صحبت رو این صبح و بی سبب هم نیست. اگر امروز چی در کوچه ها چی در میکرواتوبوس ها می نشینیم جوانان نورسان گوییم همیشه گوش به شنویدن چنین یک ژانری دارند. در بعضن حالت متن‌هایی به گوش میرسد که نه اونقدر گوییم تربیه آور است، حتی بعضن سخن‌های قبیح نیست شنویده میشه و در اون متن‌هایی که چون گفتیم ژانری سرایی میکنند و میخواستم اندیشه شما رو از این آغاز کرده باشیم و شنویده باشیم. تشکر لقمان جان آقا، سلامت باشید. من میندار هستم که مرا به پخش مستقیم دعوت کردید برای برنامه‌تون. تشکرهای زیاد. و من میخواستم برای سوال شما چنین پاسخ دهم که نه فقط سخن‌های قبیح در ژانرهای رپ سرایی بلکه میشود در آهنگ‌های مثلا خلقی نیزم بعضی آدم‌ها استفاده میکنن، لیکن این نه هر کس میکنن. من فکر میکنم که ژانر رپ سرایی هم این مرور زمان است، یعنی طلبات زمان است. اینم رپ سرایی دادن این هنر هر کس نه، لیکن من میدانم که نه فقط جوانان میخوانند بلکه من با توسط اینترنت با شما میتوانید استفاده از شبکه‌های اینترنتی بله ببینید که در اونجا استاد اهورام طالماسم سراییدن رپ را، یعنی ژانر خود را سنجیدن از این برمی آید که و در واقع اینجا خوب اندیشه بیان کرده الیاس جان. و اصلا میخواستم همچنین ما چون روز گذشته در سامانه های خود وقتی از تشریف شما اینجا اعلام است جایی داده شده است و اینجا گفتیم که ما چند ژانر رو اینجا گذاشتیم و میخواستیم بابت هم ژانر کلاسیکی و هم استرادی نیز اندیشه شما رو اینجا نیز بشنویم. سبکی در کدام است؟ چون 3 ژانر شده و با 3 ژانر دیگری است. به فکر من این وزن یعنی وزنشی ندارد. بله این نمیتوانیم این سبک از آن وزنی است. هر کار نکن آرزو همشنده هست سنگ و ترازو. بیهوده نگفتن بزرگان ما. بله. و این روزها پوشیده هم نیست که بیشتر از نفرانی که چه نام شما رو میشناسند اگر گوییم از صنعت و هنری استعداد شما آگاه هستند در برابر آنی که آشنایی دارید با ژانر گوییم استرادا و این چنین نیز روی آوردید به سرودهای کلاسیکی و شش مقام و میخواستم که اندیشه شما رو بابت چنین یک متن و سرودهای نیز شنویده باشید. ما اکثریت وقت سرودهای استادانی بزرگ را میخوانم، یعنی که استادانی من بسیار کسانی که یک روز پیش هم از من روی صحنه را پیش گرفته باشند من آنها رو استاد خود میحسابم. یعنی که من اکثریت سرودهای خلقی کلاسیکی سرودها این از شاخه های مقام گرفته شده است اکثریت سرودها و من میخواستم از ایان خردسالیم از شادروان استاد بای محمد نیازов و اینچنین استاد جریبک مرادov، جریبک نبیев بعد با یک چند استادای بزرگ رو سرودشان رو از خود کنم من آن رو سرایم برای شود که سراییده باشه. آرزوها در سن چند ساله بودن و میگوییم الیاس جان خردک که هنوز سنی 10 بودند 8 14 بودند آرزو میکردن که روزی یا روی صحنه می آمده باشند یا نه؟ بله ما اگر اشتباه خاطره ها اشتباه نکنم بله خیلی باشد من همراهی ناظم جان بای نظرف ما هم صنف هستیم در یک صنف تحصیل میکردیم. ما در محفل در صنف 4 میرفتیم محفل یعنی که کروژاک در سایچه میگن در جماعتی یاوه در همانجا برای محفل میرفتیم. من از همانجا آغاز شد یعنی محفل سرودخوانی بود نوازشی بود یا ضربه زنی بود؟ راستی گپ
аз хурдӣ ман барои навохтан ва суруд хондан ман шавқам бисёр бисёртар буд. Ва чун гуфтед ҳанӯз синфҳои чорум панҷум будед вақте ба маҳфилҳо меравем оғози чун дар хотир дорам як давраи кӯдакӣ низ мо ҳам шавқ доштем ва онҷо рафтем устодон мегуфтанд ҳамеша ки оғоз мешуд аз оҳанги пахта пахта ҷон пахта чаро намешавад асбоби мусиқӣ дар назду чаро не боз як хотираҳоро аслан мехостем баргардонем чун бовари комил дорам оғози аз оҳангҳое ҳаст ки замони асбоби мусиқии тор ёгим он вақто рубоб ҳам буданд ба даст гирифта будед аз чӣ оғоз шуда буд анима аз яъне ки бефикрам устод агар дар ҳаёт бошанд синну солашон калон буд намедонам дар ҳаёт бошанд ё не агар зинда бошанд танашон сиҳат саломат бошад худо умрашонро дароз кунад қизгина гуфтаги суруд буд ё оҳанг буд ва ё ҳамона мо гуфтанд ки қизгина менавозӣ гуфтам ва сурудаш набуд номеки номаш қизгина буд суруд буд аз хотир нарафтааст аз бар меояд ки ва шумо гуфтем як маротибаи дигар онро иҷро бикунед ва мумкин қизгинарону бошад чаро беҳтарин аст ва инҷо мо боварии комил дар оне дорем тамошобинони азиз ҳар яке мо шумо қадам аз мактаби миёна гузошта ва оғозе кардем албатта ба маҳфилҳо низ рӯй овардаем замоне ва чун гуфтем оғози суҳбати мо аз оне буд гуфтем пахта пахта ҷон пахта чунин буд агар хотираҳои мо иштибоҳ накунад ва дар воқеа назари ман рӯй овардан ва оғози гирифтани асбобҳои мусиқӣ тори аз он буд ки хостам як маротиба боз аз субҳ гӯем боиси шодиву хурсандие гашта бошем ва инҷо мехостам рӯй биёбарем бобати гӯем гузоштани қадамҳои аввалини шумо дар соҳаи эҷод ва санъат чӣ хушие буд чӣ боисе шуд ки ҷуз ӯ 40 қадам гузошт рӯи санъат оё дар баробари ҳамаи ин боз ҳунарҳои дигариро низ пеш гирифта буд ё на бале мо соли 94 барои санъат барои шогирдӣ рафта бошем пас аз он баъд аз то вақти хатми мактаба мо ҳаракат кардем дар тӯи маъракаҳо иштирок кунем ва инчунин баъза яъне ки пойдевори санъати ман ин қадар мустаҳкам набуд ба ҳар ҳолат ба маъракаҳо мерафтем пас аз хатми мактаб ба донишгоҳи давлати хуҷанд факултаи санъат дохил шудем соли 2002 соли 2007 бо муваффақият хатм кардам пас аз он камтар соҳаи муаллимиро пеш гирифтам омӯзгор шогирдон сабаб чунки падари азизам муаллим ҳастанд омӯзгор ҳастанд касби падарро то ҳол мо тарк накардем бале пас аз соли 2012 мана дубора ба рӯи санъат баргаштем ва инҷо бигӯед чун вақте солҳои таҳсилро ба хотир овардед гуфтед ҳанӯз солҳои даҳаи 2000 гуфтед имрӯз ифтихор аз чӣ мекунед ки чун замони дарс аз он ҷо гирифтееду аз устодоне гирифтаед ман ифтихор мекунам ки дар он ҷо аз шодравон устод бой муҳаммад ниёзов мо сабақ гирифтем дарс гирифтем зеро ки ин насиби ҳар кас набуд устод рӯҳашон шод бошад устоди зиндаёд саломат бошанд устодони ки имрӯз барои насли дигар дарс мегӯянд ва аслан мехостем ҳар як сароянда ҳар як ҳунарманд бештар мехоҳад гӯем аз худ барои насли оянда ёгим шогирдоне гӯем чизе гузошта бошад ва вақте имрӯз асбоби мусиқӣ ё асбоби навозиши торро ба даст мегирид бештар ба хотир аввал чӣ меояд чӣ тавр харидорӣ кардани асбоби мусиқӣ ё чизи дигар ё бо мушкилӣ омӯхтану аз худ кардани навозиши ин намуди асбоби мусиқӣ бале аз худ кардан ба
به یاد میبرم. یعنی چند سال برای شما لازم بود که نوازش رو آموزید و از خود بکنید؟ یا فرصت نه اونقدر طولانی لازم است؟ بله، این اکنون از شوق خودی هر یک نوازنده وابسته است. من با استاد سراج الدین خدای میرگانوف در توی معرکه ها اشتراک میکردیم و اون کس جدا نوازنده ماهر هستند استادم. در اونجا من هم خواستم که یگان اسباب موسیقی را نوازم. من استاد برای من گیتار نواز را از خود نمایید گفتم و یا مالی گفته یاد دادم. من تقریبا در دوامی 3 ماه برای استادم سراج الدین خدای میرگانوف گیتار را نواختم. گیتاری یعنی آشنایی شدید؟ بله، گیتار الکترونی، برقی یعنی الکتریک گیتار میگویند. در همونجا به فکرم در دوامی 3 ماه یا 4 ماه یک سیزانی توی بود معین، در همون وقت یاد گرفتیم. و اینجا انک امروز برمیاد و مخلصان هواداران صنعت شما می‌نگرند که در دست نه گیتار دارید لکن تور دارید. کدامی از این برای شما صدای خوش و فورا می‌دارد و هم اجرایش برای شما یک کیفیت دیگری می‌دهد؟ البته این در اینجا تجهیزات های تکنیکی نیستند. اگر تجهیزات های تکنیکی باشند بود الکتریک گیتار با صدای خوبتر میشد. یعنی که در پخش مستقیم این خیلی شرایط ها نیست. برای آن اسباب ملی من تار خوبتر است. بله. و از صبح برای بیننده های عزیز مایی که چون پدر و مادران ما هستند، بابا و مادر کلان های ما هستند، باوری کامل دارم این صبح با یک تحفه دیگری آمده تانه که آهنگ باید باشد، سروده باشد که از اولین هوش شده باید این صبح بشنوند و از هم صدایش یک لحظت دیگری بگیرند. برای ایجادی من اولین سرودی من سرودی مادر بود. برای ایجادی سرود شعر از استاد شادروان، استاد زنده یاد لایق شعرلی بود. باد چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم بود. این را به یک آهنگ به یک چارچوبه گرفته به یک آهنگ وای کردیم. پس از آن من اولین سرودم، یعنی که اولین هم سرود هم کلیپی من سرود با نام مادرم بود. و می گفتید در پهلوی شما با کمک شما کی بودند همیشگی و گفتند خب الیاس جان دادر عزیز، فرزند جانم، شاگرد عزیزم، هیچگاه دو دلگی نشد، تو خود میتوانی بله. قدم استوارانه گذار میتوانی. بودن نفری که همیشه در پهلوی شما تکیه با اون نفر همیشه میکردید شما؟ البته یعنی که ستون خاندان پدری بزرگوارم، مادری غمخوارم هستند. دائما در همین در اهل عائله ما همین گپ می شود. یعنی که در از نام استادانم اکثریت سراج الدین خدای میرگانوف هم همین گپ را تاکید میکنند. یعنی که دوستی عزیزم هم ناظم جان یوسف زاد با همراهی آن کس ما جدا دوستی زیچ داریم. آن کس هم میگویند که دو دله هیچگاه دو دله نباید باشه. بله. و میخواستیم سال چندم گفتید؟ سال 2012 بود این. از این برمی آید 6 سال زیاد میشه. بله. و پس چرا نیست که یک مرتبه دیگر باز به خاطر می آوردیم، یعنی خاطره های ادبیات 6 سال پیشینه رو ورق می گرداندیم و چگونه بودند آغاز شدند. خب وقتی که من کتاب را میخوانم، متن رو انتخاب پیدا شد روی نظر اومد. وقتی که کتاب را میخوانم، کتاب لایق استاد لایق را، در آنجا من خودم دوست می داشتم همین سرود را. این سرود مادر در اجرای نفر سرایده شده است؟ بله سرایده شده بود. من در وقتی جوان خردسالیم گوش میکردم. با دو چشمی خیره بین نوری کوهستان مادرم بود آهنگش. من همین آهنگ که اصول دیگر سرایده شده است، دیگر استادا خوانده بودن، من گوش کرده بودم. پس از آن من فکر کردم که باز یک آهنگی باز یک جالبتر باشد. گفته من برای همین آهنگ آهنگ دیگر انتخاب کردم. بله. پس چگونه است؟ من حاضر بهر شما بینا و اینجا میخواستم پیش از آنه که پیوسته آغاز چند مصرعی سراییدنی سرود کرده باشید، ما کوشش میکنیم که هر یک بیننده که با ما ارتباط میگیرن نه اونقدر منتظر بکنیم و چون زنگ شد ما حتما آماده این پاسخ هم گفته باشیم. و چون
در یک نوبت دیگر آغاز از سرود در وصف مادران است که الیاس اوچیلوف خواهم چند مصرع را اجرا کرد. زیرا مادران عزیزی ما، خواهران مهربان، مادر کلان‌های عزیزی ما همیشه دعاگویند و ما در هر لحظه تکیه به آنان میکنیم و از آنان سری دیلی نداریم. البته. پس مرحبا. 4 مصرع خوانده میتونم. با دو چشمی خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتشی آتش پرستان مادرم، با دو چشمی خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتشی آتش پرستان مادرم، موجی مویهای سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی آسمانی بستان مادرم، موجی مویهای سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی آسمانی بستان مادرم، مادری مهربانم، مادری خوش زبانم، مادری مهربانم، مادری خوش زبانم. تشکر عزیز، صدایتان خسته نباشید. سلامت باشید. ما چون گفتیم همیشگی تماشاگران عزیز کوشش میکنیم تا اونی که برای شما از آن پهلوهای از آن سوالهایی که باری هم نشده بود پرسان شده باشیم. در جانب شما روز بخیر باشد بیننده عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم. در جانب شما بیننده عزیز. درود شما بیا. از صدایتان خوشحال هستیم و گوش میکنیم شما را. من الیاس کالان رو با ایدئوی گذشتگی تبریک میکنم با اهل حال شما. تشکر و شما را نیز اینچنین. تشکر. الیاس اوچیلوف بردباری می نمایم با اهل کارخانهشان، با اهل مال خانندگیشان، کارشان برای گرفتن نفس و یک سرودی از گردگان سانی شود. و تنها درخواست است اگر سوال دیگری ندارید چون یک امکانیت خدایی است میتوانید سوالی گفته باشید. نه فقط بردباری می نمایم و پیش فقط. تشکر زیاد. و پس بیاید من سوال از جانب شما میکنم. گفتید تنها به پیش و شعار الیاس اوچیلوف در زندگی چی است؟ شعار زندگی و چه خیلی میگویم حرکت هستی. تنها حرکت نموده. حرکت باز حرکت است. و اینجا خوب میشد اگر ما گفتیم الان آغازی از چند مصرع‌هایی بودن در وصف مادر سراییده شده است در اجرای گویم الیاس اوچیلوف که زمان از این گویم اولین ایجادی داشتند و من همزمان میخواستم خب الیاس جان اطراف آن اندیشه شما را بشنویم که در واقع هم وقتی هر سراینده هر نفر میخواهد از یک آهنگ از یک متن آشنایی بگیرد خب نخواه آن سرود را زمان یک نفر دیگر استاد دیگر سراینده دیگر با سبک و اصول دیگر سراییده است. بله. با اندیشه شما آیا این تقلید می شود یا چیزی دیگر؟ یا از خود کردن سرود و آهنگ یک سراینده دیگری؟ چون بابت چنین موضوع ها فکرها بحث ها زیاد هستند. بله، یعنی که چقدر که میگویم همگی یعنی که نوتا همگی 7 باشد. 7 نوتا باشد. اگر از این اضافه نوتا مثلا نیست موجود نیست. بله، برای کتاب نوشتن هم کتابم از یک درگیش رو بدار میکنن، یعنی که یک از 10 یا از 100 کتاب یک کتاب باز تولید میشه. بله، سرودم به فکر من همین خیلی تا یک آهنگ، یک پارچه آهنگ ایجاد شدنش یک چند آهنگ رو گوش میکنید، یعنی که
якчанд шеърҳоро аз ёд мекунед, баъд шумо шеър менависед. Масалан якчанд барномаҳоро мебинед, боз як барномаи дигар, аз ҳамаи онҳо боз як барномаи дигар. Бале, инам ҳаракати созандаи он аст. пас дуруд ҷониби шумо тамошобини азиз, ассалому алайкум, рӯз ва хайру шодӣ бошад. ассалому алайкум. салом, саломат бошед. ташаккур, раҳмат. ташаккур, барои аҳли оилатон саломат бошанд. ташаккур. و باری کامل داریم بودن ما این همراه و همسفر بودن و همقدم با شما است بیننده عزیز. پس برای شما نیز از صبح تنها خوشی خواهان هستیم و باشد که هر قدم و هر ایجاد شما نیز وابسته کدام پهلوی ساحه نباشد شما را به موفق و بردباری برساند. گفتیم قسمت قبول زنگ‌ها با بیننده است. در جانب شما تماشابین عزیز، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. من سریناز اشعری خوجم. خوشین سربیناز خانه خوجنده، شما را گوش میکنیم. یا آجیل سال چند دانشگاه رو خب کردم؟ یا داخل شدند. چی نفهمیدم؟ یا داخل شدند. ها داخل شدند؟ بله، حقیقتا داخل شده. پس کمی از دوره های دانشجویی میخواستیم خاطره تکرار کرده باشیم. بله، یعنی که حاضر بختیار جان گفتن یک کمی در بالا این کس رو من در اول نشناختم راستیگه. پس از آن از اولشان این کس رو نامشان بختیار نیست، زیرا که این کس بختیار جان هستن برای ما. بختیار جان این کس فرزند استاد عزیز ما جمعه‌بای عثمانوف. دادر عزیز ما. بله. روز نیزین نفر. اولین استاد من جمعه‌بای عثمانوف هستن، پدری آن کس. چند سال همراه بودید؟ تا ختم مکتب از صنف 4 صنف تا صنف 11. باری رنجانیدند پدری بختیار جان شما رو؟ به فکرم زمین آزار نمی‌بیند از استاد عزیز ما جمعه‌بای کائل سلامت باشم، عمرشان دراز باشد. یعنی که به سوال دومین من سال 2000 در بالا قید کردم. سال 2002 به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف داخل شدم، فاکولته صنعت. سال 2002 داخل شده باشم، سال 2007 با موفقیت ختم کردم. تشکر زیاد. و خب ما چون ذکر کردیم تماشابینان عزیز همیشگی آماده هستیم با شما هم در صحبت باشیم و چند سوال های دیگری که نشنویده پاسخش را کوشش میکنیم که پاسخ برای شما از مهمانی برنامه نمانیده باشیم. روز بخیر و شادی باشد. درود جانب شما. السلام علیکم. درود مادر کلامی عزیز. بهر شما نیز شاد باد. مهمانی عزیزتان الیاس جان آرچیلوف را نیز به این درگاه مقدس خیر مقدم میگویم. از این کس سوال کرد به این کس سوال کردنی هستم که آیا اگر مثلا از دیگر انتخابی کسب می آمد شما باری دیگر این کسب را انتخاب میکردید، یعنی صنعت را حافظی را؟ بله، این صنعت حافظی این کسب این هم کسب است، یعنی که دیگر کار باشدن بی‌ملال کار میکنیم، یعنی که این شوق دوست داشته من است این، لیکن در جای اول صنعت است برای شما، برای من. و اینجا ما چون ذکری آن کرده بود، چون وقتی همیشگی کوشش میکنیم با هر نفری که در صحبتی هستیم از یک پهلوی گوییم نوروشنی هم ایجاد و چه زندگیش صحبتی داشته باشیم و امروز بیشتر در آغاز قدم گذاشتن در جاده صنعت الیاس آرچیلوف تکیه به کی میکرد و به کی تقلیدی داشت و بیشتر کدام سراینده آهنگسازی از ایجادش را گوش میکرد و امید و با یک شوق و محبت آرزو میکرد که در زینه‌ای که آنان روز بیرسد به آن زینه. بله، من تمام استادان را سرودشان را زمزمه میکنم، گوش میکنم، از خود میکنم، یعنی که از بالای خود کار میکنم. برای من این مثلا فلان سرود من برای من معقول نیست، فلان سرود برای من
دراز است، بله. از خود کردن مشکلی داره. این خیلی گپ نیست. بهونه نیست. یعنی که همه سرودها برای من بهتر است. مثلا 5 فرزند داشته باشید، 5 فرزندتون رو از همدیگر عزیز دارید. بله، یک خیلی دوست می‌دارید. یعنی که سرود هم بهره ایجادکار، بهره حافظ همین گونه چنین باید باشه. بله، خود یک فرزندش برین احترام میکند، ما هم همون ایجادیات اون کس رو قدر کرده احترام کردن لازم است. به اندیشه شما الیاس جان، آیا با صنعت و سرود خواندن میتوانیم مبلغ زیادی به دست آورده و به کیسه جای کرد؟ اصلا نمیدانم. مشکلی میکشد برای پاسخ دادن به این سوال. بله. خب باشد تماشابین عزیز، ما گفتیم کوشش میکنیم که هر سوالی باشد که باری هم پاسخش نشنویده و ما چون ذکر کردیم و اینجا من نظری میکردم در یک نوبتی اگر از آن سروده های شما رو شنونده یا خود نفری که میشه پسند آن نفر از ایجاد شما و هنر شما در یک نوبت گیم، بیشتر کدام وصف ها رو در بر میگیرد ایجادیات شما؟ در کدام وصف ها آهنگ سرود ایجاد شده است؟ در ایجادیات من در اساساً در وصف عشق و محبت، یعنی که ما حال جوان هستیم. بله. عشق و محبت است و سرچشمه حیات انسان این مادر است. در وصف مادر ایجادیات و اینچنین سنه 1 ایون بخشیده به حفظ روزی کودکان سرود من در بالا قید کردم. سرود با نام کودکان بود در وصف کودک. عموما در هر موضوع باید که باشد. و به اندیشه شما وظیفه جانی سراینده یا خودنوازنده نزدیک گوییم مخلص شنونده از چی عبارت است پیش از و البته پس از زنگی قبول من پاسخ شما رو خواهیم شنوید. بله. السلام علیکم، روز بخیر و شادی باد بیننده عزیز. مرحبا، شما رو گوش میکنیم. السلام علیکم. تشکر زیاد و ما همیشگی با شما هستیم، ثانیه ها بودیم و خواهیم ماند و میخواستم اندیشه شما رو بابت سوالی بالا اینه بشنویم. بشکرم. اگر من راست فهمیده باشم شما رو، وظیفه صنعتکار در نزد خلق در نزد خلق تنها یک روی صحنه آمدن و دیدن صدای بلند و قرصک ها از چیزی دیگر یا گرفتن دستگل هایی که از جانب پیوند و خویش و تبارشان تا روی صحنه می آورند. وظیفه خرسند کردن مخلص است. هر شنونده است. بله، هر شنونده وظیفه ما است. یعنی تربیت نمودن در یک نوبت دیگر. تربیت نمودن جامعه را. و اینجا چون گفتیم درود جانب شما. السلام علیکم، روز بخیر و شادی باشد. مرحبا، السلام علیکم. درود جانب شما، روز بخیر و شادی باد. سلام. مرحبا، سلام علیکم. خوب شده است. تشکر زیاد. چرا نه؟ ما گفتیم همیشگی بهر شادی شما و شاد پیشواز گرفتن سوک زندگی چرا نه است که ما همراه ناشده مانده باشیم. بله. و متن از اونی کی هست؟ آهنگ از اونی که شعر یا خود سرود گویم کدام سال روی آهنگ رو دیده است و تو مخلص رسیده است؟ سرود شعر در ایجادیات الیاس ملایف است. آهنگ از اون خلق من 4 مصرع خوانده می‌کنم. باشه. هر کی خورد در کودکی یک بوده از نانی پدر، کم بود تا عمر ببوسد دست و دامان پدر. خانه اش روشن شود از روی تابانی پدر، میکنم جان و دلم 100 بار قربانی پدر. خلق و آدابی به فرزند از پدر میراث بود، زین سبب فرزند نام از شوقت و شان پدر.
زین سبب فرزند نام از شوقت و شان پدر. تشکر. پدران عزیز سلامت باشند. همیشه تنهایشان سالم و صحت بیمانند. بله. بهترین آرزو است و در یک نوبت دیگر میاد چون خود پدر نیست هستی. البته. و اینجا میگویند همیشه زنگ را قبول میکنیم و سوال من میتوانم پس از چند برایتان. مرحبا. درود جانب شما، روز بخیر و شادی باد. صبح بخیر باشد. صدای آشنا است. آغاز هفته مبارک باد. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست جبری تو از آن کشم که روی تو نکن سایلا. مردم گویم بهشت خواهی یاد است ای بی خبران بهشت باد است نکن. لسان قندلات صبح روزواره لقمان جانت را سلام گرم جزا صبح درود بخیر جانب. باشد. سلامت باشید ادامه سلامت شما باشید. شاد باشید. ناظم جان با نظرف هستم. و چون در اطراف نام شما در بالان سخنی رفت و اینجا ممکن است یک سرود همراه 20 سرای چین برادرانه اینجا اسباب موسیقی تار رو برای الیاس جان است و ما گفتیم هر سوالی که بسیار خیلی سرودهای بسیار خواندگی. پس کدام رو انتخاب میکنیم؟ کدام رو انتخاب میکنیم؟ الیاس جان و انتخاب کنم، من انتخاب کردم. ناظم جان از شما. ناظم جان خودش اجزا بسیار ناز میدانه. و چون گفتن اسباب نوازشی تار نیز در رو برای شما مرحمت. از کی آغاز شود؟ این چه سرود؟ نمک در کام ها شیرین تر از شهد و سر مثلی پدر گردده. سلامت باشید دوستی عزیز. تشکر زیاد برای شما. شما برای کار همه سلام گرم جوشان صبح بخیر باشد برای هموطنان عزیز. تشکر زیاد و به شما نیز به خانواده شما نیز بخیر میگوییم صبح آغاز هفته را همیشه سالم و تنصیحت بید. تشکر. و در واقع هم ما گفتیم از صبح کس میخواهد وقتی همراه و هم نفر و هم سفری خود را بیند الهام میگیرد. بله. شوق میآید ذوق میآید میخواهد ساعت ها هم صحبتی باشد و هم آهنگ و سروده. بله. السلام علیکم، روز بخیر و شادی باد. السلام علیکم شما درست می؟ بله سلام برای علیکم. مهمانی شما خانوادگی سربلندی تمنا دارم. راهان که آرزوی دارم نزدیک عملی گردد. سلامت باشید خواهر عزیز. یک سرودی کلاسیکی خانه چشم خان خوب شده. برای چرا؟ پدرم. چرا نه؟ ما از نام شما به خانوادهتان درود خواهیم بفرستید و چرا نه؟ بله 4 مصرع خوانده میتونم باشه. زیرا که در اینجا وقت محدود است. محدود است و اینجا خواهش های دیگری هست محدود کرده. بیا که زلفی کجو چشم سر مسار اینجاست. نگاه گرم و اداها ای دل ربا این جاسته یاره یاره فریاده. بیا که زلفی کجو بیا که زلفی کجو چشم سر مسار جاسته فریاده. نگاه گرم و ادا های دل با این جاسته فریاده. تشکر زیاد. سلامت باشید.
آوازتان خسته مباد و ما تشکر. گفتیم همیشگی وقت را جانب بیننده میگذاریم. در جانب شما السلام علیکم، صبح بخیر و شاد. السلام علیکم. السلام علیکم. حسن بخیر. بهر شما نیز مبارک. ایلاف جان ما دفعه گذشته سرودی ازبکی خانوادگار نکته اینجا همون به حد ماما مخصوص شده کم کسی شونده مانده همه یا میتونی یا هم میخوانیم به فکرم اگر ثبتش باشد در اینجا، اگر ثبتش رو میماندن با خوبتر میشد. و اگر البته چرا نه، اگر چپترش رو سلامت باشید. میگذارم، تشکر. اگر نه پس از چند لحظه دیگر چند مصرع آن را خواهم برای شما زمزمه بیاد. و خب بار دیگر تماشابینان عزیز، صبح زیبای زندگی شما را بخیر و شادی میگوییم. سریستی انسمبل سازی و آوازی صدای سوق دارند عنوانی علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان الیاس جان اوچیلا در میهمانی برنامه مایند و همیشگی با هم دوستداران سرود و آهنگ و ترانه ای هستند. در جانب شما بخیر و صبح. السلام علیکم. السلام علیکم. روز بخیر باشه. بخیر و شادی باشه. بهر شما بیننده عزیز. من با ایلاف جان یک سوال داشتم. مرحبا. کوی عزیز من از آواز شما بینیویت خوبه و هوا خوب تشکر. هوا دارانتونن زیاد. تشکر. سلامت باشید. آیا می شود که آن روزی که شما وقتی که به قوله مراد به قوله‌ای که خودتون در نزد خود گذاشته باشید و رسید و از انانی رئیس صنعت به شو بیزنس گذارید؟ تشکر زیاد مادری مهربان برای بهترین سوال گذاری. شو بیزنس. من فکر میکنم که این شو بیزنس هم یک راه صنعت است. فکرم شو بیزنس یعنی که صنعت را سایقل دادن، یعنی که همین خیلی تشکیل کردن باشد. اگر من حالا هم برای دوستان عزیزم کمک میرسانم، یعنی که به کنسرت هایشان، یعنی که بله شو بیزنس هم یعنی ارزوی دارید بله. روی بیاورید به این. بله. خب در جانب شما بیننده عزیز، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم، بخیر و شادی باد روی زینا. رحمت کنم که شما بخیر و شادی باشد. من تشکر. می‌خواستم از الیاس جان اوچیلا یک سرود الماس مرجانشان سرویده شده. مرحبا. تنها درخواست تشکر. سوال دیگری داره. برای شما کلاه‌های بلند سرسبزی تشکر. این لیدرها سیاد سلامتی تمنا داره. تشکر. سلامت باشید. تشکر زیاد تماشابین عزیز. تشکر زیاد. و چون ما اینجا در بالا گفتیم همیشگی کوشش میکنیم یگان درخواست بیننده عزیزی ما بی جواب نماند. بله. و چون درود میگوییم جانبی تماشابین دیگری. السلام علیکم، روز بخیر و شادی باد. السلام علیکم. سلام و صبح درود. بخیر باد مادر بخیر خدای و عزیز. شاد باشد. بهر شما نیز مبارک مادر باد. عزیز و شما هفته نو مبارک باشد. تشکر. مهمانی این روزی شما ایلیاس جان خوش آمدید میگویم. تشکر. و سلامت من باشید. برنامه سپیدیار که مستقیم همه رو برای مخلصان صحبتی به اندازه کردید بودند خوش آمده. تشکر. و ایلیاس جان یک گفتنی هستم که مادرشان به سلام من رو رسانم، چون که من با مادرشان آبسمی فبریک و بسیار کار کردگی. سلامت مادر اینا باشید. از من چند تا سلام شنم و من مسئولیت مفید دادگی و حالم در گوشم حلقه که در گیران گستیم. تشکر. من که با خوشتمانم زندگانی میکردم، خوشتمانم من خانه الهیدی و برآوردن من جدایم دلگیرشته خفه شده دیدم. سانی مادر اینا من عوضه که دیدم که هیچی شما یک آینده خوشتمام نشید زیخ نشید که شما خود دیگم جدا شد زیخ نشید، چون که من خوشتمانم که زندگانی که بسیار سرسه داشتم. بعد مادر این کس من مسیحیت دادن که زیخ نشید دیگم جدا شد گفته یک تک خمه زیدوانی تو پیاسچه که الله کنید روزتان به یک مزارت گفته من به مسیحیت دادیدن. حالی هم این گوشی من به حلقه من کهیل نام مسئله میدیم که زندگی و دلگیر نشید. همین خواهری جانی من به همین مسئله دادیده همیشه من ویکاش دوست میدارم و سلامت باشید. خیلی‌ها اسی ندیدم. خودشون من اگر حاضر شونیدی ایستادی باشم سلامی من رو رسانید. رحمت. من از شما پرسان هستم که ایلیاس جان عزیز شما صاحبی چند فرزند هستید و همین راهی صنعت پیشه کردید، شما یا اون کس دید نبود می. تشکر زیاد. به فکرم مادر عزیزم هم ما رو در پخش مستقیم تماشا دارن. صدای آشنا را نیست. بله. خوشبختانه امروز دو فرزند عزیز دارم، یکی شیرزاد جان، دیگری سرناز خان. فرزندای دوسرا یک دارم و این چنین آنها یگان تقاشان راه صنعت را پیش نگرفتند. میخواد یا نمیخواهید؟
به فکر من یگان باز فصل دیگر رو انتخاب کنم بهتر. من تیار هستم برای دستگیری آنها برای اونی که قدم گذاشته بله. باشن. لیکن در اختیار به دست بختیار چنانه که میگم. شاخونه دارند از این بله. بله. پس تشکر زیاد مادر کلام تشکر عزیز مادر برای عزیز. شما. برنامه گوش میکنیم شما را. اگر اجازه شد در بالای میز شعر مادر قرائت کرده، من هم اگر شد قرائت کرده بیم. مرحمت مرحمت گوش اگر میکنیم. شما اجازت مرحمت مادر عزیز. سلام عزیز. با دو چشمی خیره بی مهی کوهستان مادرم، شعله‌ای از آتش پرستار مادرم، موج می‌های سفیدت از سفیدی دل است مادرم، با همه پژمردگی سامان استاد مادرم، روز شب خوابت نمی‌برد از زیستی های دیر، در غم من کشگیریان خانه خندانم مادرم. بسیارش میدانم اکن وقتتان نگیرم. تشکر. سلامت باشید مادر عزیز. سلامت تشکر باشید. زیاد. همیشه سالمه شما خواهانیم. Spricka yaş tizilip Yar ismini o'g'liga qo'yib ketganlarkanmi Yar ismini o'g'liga qo'yib ketganlarkanmi این سرودی ازبکی بود ای کودکان ای بختی هر خاندان خوشبوی ترت زی هر گل شیرین ترت هم از جان ای کودکان ای بختی شیرین ترت هم از جان شیرین ترت هم از جان این سرودی کودکان بود به سومش مونده است. بله چه سلام سومش مونده است. نه سومشه بله. من سال خطا فهمیدم چون آهنگ است، صدای بله. آهنگ. شقشق دستان بین این گلی ریحان بین شقشق دستان بین این گلی ریحان بین آوخته در گردن شلمس مرجان بین آوخته در گردن شلمس مرجان بین این سودی الماس مرجان بود. تشکر زیاد. و ما چون گفتیم بینندگان عزیز همیشگی در اجرای هر خواهش و درخواست شمایی هستند مهمانی برنامه ما الیاس آچیان. و خب الیاس جان اینجا ما چون ذکر کردیم علاقه امروز ها چند سالهایی است که چند 5 ساله‌ای است که روی صحنه هنر هستید و برای مخلصان برای دوستداران گوییم هم سرود و آهنگ در پی ایجاد هستید. و اصلا امروز نظری میکنیم به بعضا ایجادیاتی گوییم نوازندگان سرایندگانی که انتخاب متن میکنند همگی عباره از چند مصرعی است. نگاه شما به چون مصرع‌های کوتاهی که از چند مصرع عبارت است و چون یکی تکرار می آید چند مراتبه دیگر و حتی پرسانی نیست شده ام نوعیان پرسانی هم شده هم گفتند از خود کردنش برای من آسانی می آورد چون این پاسخی گفتند. بله زمزمه کردنش برای خلق آسان تر می شود به فکرم برای همین یعنی که با آهنگ در آوردن گوییم آهنگ سبک باشد یعنی که شعر هم سبک تر می شود به فکرم یعنی که آهنگ وزنین تر باشد برای روش آهنگ انتخاب متنم یعنی که برای مضمون متنم انتخاب آهنگم به فکر من همین طور میشد یعنی که چنانه که میگن شیر و شکر است و اینجا بعدش شما الیاس چون چی سیری دارد اون سرودهایی که 10 ساله ها تا امروز آمدند و باور داریم باز 10 ساله های دیگر میروند البته یعنی که 10 ساله 100 ساله ها هم هستند چی سیری اینجا پنهان است از نگاه و از فهمش و اندیشه شما و امروز کم نیستند بعضا سراینده
خوانندگان بعضا حافظان جوانی که ماهی چند سرود ایجاد میکنه. اگر سالی گوییم 500 600 ممکن اگر پرسان بشود بگن من سالی 500 ایجادی داشتم یا 200 300 ایجادی داشتم و از آن 200 300 حتی یکی هم در خاطر یگان مخلص یا شنونده نیست. بله، یعنی که چنانه که میگویم زحمت های کلان در کار برای این زحمت کشیدن در کار، حرکت کردن در کار، یعنی که از حرکت کرده از شاعران معاصر، یعنی که از شاعران کلاسیکی انتخاب کردن لازم است. یعنی که وقتی که سرود انتخاب میکنیم، آهنگ را انتخاب میکنیم، با البته با همراهی استادان مصلحت کردن در کار است. البته از نزد آن کسا اقلا دعا گفتن در کار است. بعد من باید که برای خلق جالب باشد، پسند باشد یعنی. خب تشکر زیاد. و اینجا همزمان من میخواستم اصلا میگویند هر یک حافظ، هر یک سراینده میخواهد یک شهرتمندی شده باشد بین دوستدارانش. بله. و اصلا بندش شما شهرتمند بودن، ستاره بودن این خود چی است؟ و یا امروز شما خود همچون خود رو گوییم گفت که من ستاره ای هستم که همیشه درخشانم. بله، این رو البته کس خودش رو نمیگوید، یعنی که باید که خلق گوید این گپ رو. چنین یعنی که سوال رو با دوام تکرار میکردید با خوبتر میشد. من کمی فراموش کردم سوالات. و اینجا ما گفتیم از نگاه شما شهرتمند بودن، ستاره بودن. شهرتمند بودن این نه فقط برای صنعتکار بودن، این افتخار است بندشه شما. به فکرم نمیدونم، لیکن شهرتمند بودن این در همه کارها، یعنی که در ساحه‌های مختلف نیست. بله، در روی برنامه‌گی و برندگی، یعنی که در کسب و کار دیگر، بله در بیزنس میگویند، در تجارت باشد، در صنعت هم باشد. یعنی که برای خلق نزدیکتر این شوق آورتر این صنعت است. بله، چون همیشگی میبینم. بله، یعنی که شهرتمند بودن این نمیدونم، من فکر میکنم که این خاکسار بودن باشد هم با خوبتر میشد، بهترین بشه. بله. تشکر زیاد. و گفتید امروز ها با چندی از سرایندگان، نوازندگان همکاری میکنید و چیزی رو از آنها پوشیده میگیرید، چون یک سری خود میدارید. راستی گپ در حیات بهر من یگان چیزی پوشیده نیست. من همه استادان را، همکاران را، همکسبان را دوست می‌دارم. من از آنها یگان چیزی پوشیدم نیست و روستی هم ندارید. پس اینجا نظری می‌کردیم وقتی قدم به صنعت گذاشتید چندی از آهنگ دیگر نفری رو استفاده کردید در متن‌های سرودتان. بله. چندی را؟ این ما گفته نمیتونیم که چندی. گفته نمیتونیم چندی، یعنی که این آهنگ فلان کس گفته هم نمیتونیم. من در بالا قید کردیم همه 7 نوته هست. استفاده و سرود مثلا بعضی استادان زمان یا سال پیشتر گوییم استادان هم خواندند، یعنی که در دیگر متن، دیگر استاد در دیگر متن، یعنی که چون که حاضر خودتان واقف هستید الکن برای باد چشم خیره بین نوری کوهستان مادران سیوم آهنگ در اینجا گوش کردیم. یعنی که من دو آهنگ را خواندم، یعنی که در آهنگ پیشینه، آهنگ من کار کردیم من، یعنی که با یک مادر عزیز با یک صدای خود آهنگی خورد. بله، آن کس بهترین اندیشه است. و درود جانب شما تماشابین عزیز. السلام علیکم، روز بخیر و شادی باشد. السلام علیکم. من مخلص اشعری ایلیاسیون آنکلیف هستم. میخواهم سرودی زواله را با آواز زنده سرایم. یعنی هر دو میخواهید سرایید؟ مرحبا. هر دو میخواهید سرایید؟ مرحمت خواهر عزیز. زلاله زلاله در دستکات پیاله، زلاله زلاله در دستکات پیاله، حسن به بهایت مانند گلی لاله، حسن به بهایت مانند گلی لاله، زلاله زلاله در دستکات پیاله، زلاله زلاله در دستکات پیاله، حسن به بهایت مانند گلی لاله، حسن به بهایت مانند گلی لاله.
تشکر خواهر عزیز. زیاد. برای شما نیز بیننده ارجمند روز بخیر را خواهان هستم. و اینجا زلاله نام دخترکی است یا چیز دیگر با چیز دیگر آمده است اینجا؟ این نام دخترک است البته. زلاله در دستکات پیاله. ماست چرا زلاله اینجا باز مهینه هست، زرینه هست، نگینه هست. برای من این هست. نام زلاله پسند است. به این خاطر است. بله. چه این نام پوشیده هست؟ نه من در بالا قید کردم در پوشیده نیست. چیزی نیست. مخفی چیز نیست. بگذار باشد. و خب تماشاگران عزیز و ارجمند ما گفتیم کوشش میکنیم از صبح همیشگی با هر یک شما در صحبت باشیم و سوالی از مهمان برنامه بپرسیم. گفتند که امروز با گروه قسم زیادی سرایندگان و حافظ و نوازندگان دوستی دارند، آشنایی دارند و گفتند هیچ چیزی از آنها پوشیدگی نخواهند گرفت. و بعدش شما رقیب بودن چیست و کی را رقیب خود میشمارید؟ رقیب یعنی که رقیب چگونه قبول میکنید؟ یعنی امروز میگویند رقیبی من اون نفر است و من میخواهم از او پیشتر باشم و بالاتر و پرقوتتر و یا خب میگویند من اون نزدی من هیچ است، من حالا برایش نشان میدهم که چگونه باید اجرا کرد این قصدانه نه تنها میخواهیم بپرسیم. گفتم ما کوشش میکنیم که هر سوالی که تماشابین نشنیدن از شما شنوانیده باشیم این صبح. بله. هر یک کس راه خودش را خودش انتخاب میکند. در واقع هم بله. من به فکرم رقیب ندارم. یعنی که کس راه خودش را انتخاب کرده باشد باز هم راهش رفته میگیرد. یعنی که هر کس راه خود را دارد. بله و هم مخلصی خود را دارد. البته. و چون در بالا هم خوب قید کردید اگر پیوسته چه ایجادکاری است چه صنعتکاری است در پی ایجاد است از هیچ ترسی ندارد در راه زندگی از این برمی آید چنین اندیشه ها. بله. چنین است. چنین است. تشکر زیاد. و ما چون ذکر کردیم تماشابینان عزیز کوشش میکنیم برای شما اطراف هر موضوع صحبتی داشتیم از هر یک موضوع یک سوال و یک پاسخ جانبی شما گفته باشیم. و اینجا چون نازکی و وزنینی این ساحه را در چی درک کردید؟ در بالا من شعر گفتم قید کردم شعر استادان بزرگ هر کار را نکن آرزو در همش از سنگ و ترازو. یعنی که اگر توانید آسان است همه کار، مثلا ماشین حرکت نمیتونستی که آدم همیشه مشکل است. یعنی که تار نواخته نمیتونن برای اون کس مشکل است. یعنی که مهنت کنن، یعنی که چنانه که استاد عزیزم و استاد جربک نبیف گفتن ما هم از آسمان یعنی که هنرمند نفر آمده صد کرده گفتن برای ما از آسمان هنرمند نفر آمدیم، مهنت کردیم، کار کردیم، من همین درجه رسیدیم. گفتن باید که هر یک کس از بالای خود کار کنند. و اینجا به اندیشه شما نفری چون روی صحنه آمد میتواند گفت 2 سال یا 3 سال روی صحنه بود گفت من از عهده‌اش نبرآمدم، مرا کسی نشناخته است و نمیشناسد، به فکرم این راه من نیست، این اندیشه‌اش راست است یا اشتباه میکند؟ من راستی گپ همه کارم مثلا سایه تجارت باشدم یک کس سایه تجارت میکند دید که نشد سکین برمیگرد. بله این خیلی نفرایم بودن، یعنی که میبینن وقتی که نمیشد و دیگر ساحه گذشته میرن، لیکن این صنعت رو تماما از بهرش برآمده نمیشود. به فکر من این هم یک درد است. بیماری بله. درد است. یعنی که این رو هیچگاه یعنی که در جماعت بله در اونجا مثلا همراه همسینفا همکورسا میشنن، البته میخوانم از این دور شده نمیشه. و از این برمیاد هر جای الیاس اوشیل ودستان است میگن خب یک مراتب خوب میشه در وصف عشق سرودی بیسترای یک سرود میخوانم از استاد عزیز ما شادروان بای محمد نیازه. بگذشت زهد کار دل زار کجایی بگذشت زهد کار دل زار کجایی مردم زغم ایمون سغم خار کجایی مردم زغم ایمون
افسوس و غم و خار کجایی استاد عزیزم و روحشان شاد باشد. تشکر زیاد. در واقع هم در هر یک زمان و در هر یک سال در وصف عشق و محبت استادان نیز از سرود زمزمه می‌کردند. بله. و در جانب شما بیننده عزیز معذرت می‌پرسیم چون دقیقه در خط علاقه منتظر بودیم. گوش می‌کنیم شما را. سلام علیکم. و علیکم السلام. صبح زیبای آفتابی بهاری برای شما و برای مهمان برنامه الیاس جان آچیلوف بخیر میگویم. تشکر. و خدا مبارک الیاس جان آچیلوف را در برنامه خیر مقدم گفتم. تشکر. از فرصت استفاده بوده از الیاس آچیلوف یک خواهشی سوال دارم و یک خواهشی سرود دارم. مرحمت. اصلا سوالی من همین است که الیاس جان بسیاری صنعتکاران برای حافظی بهداشتی خود تقلید میکنند. مثلا بعضی صنعتکاران هستند که پیشند کرامت الله قربان هستند و پیروی میکنند، سرود ایشان را میخوانند و تقلید آوازی آن کس میکنند. آیا از نگاه شما علمی تقلید درست است یا کاری بد است؟ تقلید کردن درست نیست. این سوالی من است. خواهشی من همین است که شما در سرودهای کلاسیکی در چشم خام هست بسیار یک آواز خوب دارید. تشکر. میخواستم پارچه از اشاق حافظ می‌سرایید. اشاق حافظ یعنی که اولین مصرعش را میگفتید خوب میشد. بیا که زورتی اشاق سمرقند. اشاق سمرقند. بخیر. سلامت باشید. مرحمت. خوب شده است. باشد. پس از پاسخ آغاز میکنیم. پاسخ اینو گفتن ایدئال هم به فکرم ایدئال میگویند. یعنی که ایدئال باشد هم یعنی که مثلا من برای استاد جلبک مرادوف مثلا من خودم رو آوازم رو تقلید میکرده باشم اگر 100% نمیشد هیچگاه اگر 90% باشدم برای چی باید که کرد هم به فکرم یعنی که در جایش موندن در کار این رو یعنی که توانستن در کار اگر اشتباه اجرا کردن بله اگر نتوانم نکردن نکنم مثلا تکرار نکنم بله تکرار نکنم مثلا آوازشان به کرامت الله قربان مثلا من چنانه که گفتم مانندی نداشته باشد یعنی که اون نفر رو حرکت نکنم نه که تقلید خود را پیوسته به عذاب نگذارم. بله یعنی که اگر مانند باشد برای چی نه من همین خیلی فکر میکنم یعنی که تلفن رو میبردم یا و اینجاشون پی هم زنگ ها هم آماده ایستاده است و ما گفتیم که کوشش میکنیم به هر یک پاسخ بیننده سوال گفته باشه و یگان زنگ آنها را به جواب نگذاشته باشیم. بعد چون پس بیاد اینجا تا اونی که ما رو پیوست میگیرند چون وعده کردیم چند مصرع اشاق سمرقند رو خوانده بکنم. بیا که زلف کجو چشم سر مسار اینجاست نگاه گرم و اداها ای دل ربا اینجاست یارم فریاد تشکر زیاد. و این بهری درخواست بیننده عزیزی ما بود. و اینجا خب الیاس جان من باری با یک استادی در صحبتی بودم بابتی موضوع اجرایشی یا خواندن یک سرود و آهنگ استادان دیگری و گفتن امروز سینم هرچند از 50 گذشته است و بعضا سرودهای استادانی رو زمزمه میکنند که گوییم چند سال پیش ها گوییم این حالم رو پدرود گفتم وقتی اجرا میکنم مرا ترس و هراس فرا میگیرد. گفتم از چی ترس میکنید؟ از مخلصان اون سراینده و حافظ. بله. و میخواستم شما رو نیز مخلصان بدانند که وقتی سرود یا آهنگ یک استادی را زمزمه میکنید با درخواست مخلص با گوییم پیشنهاد یک شنونده یا میخواهد سرای بشنود آیا شما نیز ترسی دارید یا نه؟ یعنی ترس از اجرایش اون سرود نگدارم من با معنی دیگری نظری من است. به فکر من هر یک
суханҳошро Бале. аз ҳамон китоб, яъне ки аз куҷо нашр шуда бошад, аз онҷо дида мукаммал бохабар шуда хонед, яъне ки оҳангошам ҷолиб бошад. ба фикри ман ягон ҷои тарс набошад дар кор. Агар устод агар маро дида бошанд, агар яъне ки ман намедонам, мутаассифона он кас ки узру манзарат мепурсам. агар иштибоҳе рафта бошад ҳар Бале. ҷое. ва оё боре шуда буд ягон нафар устоди гӯем суруди бисарои ва гуфтанд хоб ё намоиши шумо рафт аз ҷои аз радио аз телевизионе ва занг задан гуфтанд хоб шогирд ё додари азиз Илёсҷон суруди хеле олӣ буд, локин дар як ҷое каме иштибоҳ рафтааст. хобеш Бале. агар ислоҳ мекарди ё ранҷидиду гуфтед ин кори шумо не кори ман аст. Не, ман боре шудааст дар бале, зиндагӣ чунин. яъне ки ҳамин суруди модар дар ғами ман кӯча хандон хонагириён модарам буд. дар ғами ман кӯча хонагириёнашро ман дар он ҷо нагуфтам, яъне ки яъне фаромӯш шудааст матн ё худ чунин навиштиҷот шумо пайдо кардаед. бале, ман чунин навиштаҷот пайдо кардам, намедонам аз куҷо буд. ман ҳаминро нахондам, як чанд нафар касон телефон карда бо тавассути телефон гуфтанд ки кӯча хандон хонагириён модарам бошад, бояд ки онҷо гуфтам, яъне ки аз китоб баъд боз дидам, дар китоб ҳақиқатан ҳамин гуна будааст, яъне ки ман аз онҳо наранҷидам, яъне ки дар оянда ислоҳ мекунам. беҳтарин аст ва аз ин бармеояд ки мо метавонем ҳамдигарро ислоҳ кунем хатоиву иштибоҳи худро. вақте нафаре меранҷад, пас чӣ гуна аст? агар гуфтед хуб, ё ман гуфтам хуб Илёсҷон ин кори шумо хуб аст, либоси хуше дореду хубе, локин як чизи иловагие ки шумо дар тан доред, он шуморо на он қадар мезебонад. вақте меранҷед, ин хуб аст ё на? рости гап, ман намеранҷам вақте ки камбудиятонро ислоҳ мекунад. яъне ки масалан шумо гуфтед ки ҳозир либосатон барои шумо мисол манам бояд ки рафта барои оина нигоҳ карда худамам фикр карданам дар кор, барои чи он кас ҳамин гуна гуфтам, яъне ки мебинам баъд чун мегӯянд дӯстон оинаи ҳамдигаранд дар хулосаи худро зиндагӣ. мебарорем. матн нодурусти матнро дар назар дорам, инҷо метавонад боиси ҳамешагӣ гӯем на он қадар писанд омадани мухлисе гардида бошад ё на? бале, матнам бояд ки пурмазмун бошад, яъне ки ягон бино месозем, пойдевораш масалан мустаҳкам набошад, медонем ки он бино дур намеравад. яъне ки шеърам мешад заҳмати беҳуда мешад, шеъре ки мазмунаш ҷудо паст бошад, шеъре ё кӯчагӣ бошад, медонем ки он суруд шавад ҳам беҳуда чиқим кардану беҳуда вақтро гузарондан мешавад. ва инҷо метавонем гуфт ки ба мисоле овард ки мисол метавонем гуфт чӣ гуна матни кӯчагӣ аст. мисол метавонем гуфт ки чӣ гуна матни кӯчагӣ аст. матни паст аст. инро албатта устодони азиз, шоирони муосир, яъне ки шоирон, нависандагон медонанд то чӣ андоза, яъне ки мо вақте ки мо матнро кӯчагӣ бошад ҳам масалан аз ягон устод мегузаронем ки устод аз назари он кас якбор бинед ҳамин матнро, он нафарро албатта ақаллан се ҷояшро иваз мекунанд, ақаллан ислоҳ мекунанд ки бояд ки ин манеқим бошад, менин мазмунро медиҳад, яъне ки онҳо ба хиёлам дар ягон ҷо шубҳа пайдо намекунед ки яъне ки мана ин шеър, яъне ки худамон нависем масалан шеърро бояд ки аз назари устодон гузаронем, аз назари шоирон гузаронем ки устод масалан устод Озарахш ҳамиро бинед чӣ хел, он кас масалан мебинад мана ин ҷашро маъно медиҳад, мана ҳаббат ба фикрам пешкаши мухлисон кунем. хуб дар мешуд. инҷо мегуфтед соле дар эҷодиёти шумо чанд матни фармоишӣ истифода мекунед дар сурудҳо ва чанд матне аз адабиётҳо, аз ашъори шоири бузургони мо. бошед инҷо назари манро ба фикрам фаҳмидед, яъне матни фармоишӣ. бале, матни фармоишӣ рости гап ман то ин дам бисёр накардам. матни фармоишӣ тақрибан як 10 дона сурудам ҳамин хел бошад. дигаронаш аз мана китобҳои устодон, китобҳои классикӣ гирифта шудааст
و این چنین من متن‌های سرودهای کلاسیکی رو یا انمین متن‌ها رو در متن استراده هم مثلا متنش رو گرفته با آهنگ استراده در آورده مثلا جاری کرده خونده هستم. پس میتونیم گفت به مثالی با دو آهنگ چند مصرعی آن رو؟ بله حاضر بله راستی گپ حاضر در اینجا به فکرم مرحمت اگر باشد نباشد در صحبت دیگر میتوانیم اجرا کرد. در اینجا برای کلام این قدر نامده است باشد در نوبت دیگر و اگر با طرز استرادی اومده میتوانیم اجرا میکنیم به طور استرادی یا کلاسیکی. به طور کلاسیکی باشدم به طور استرادی باشدم برای میخواد اگر استرادی باشد در با همراه تور به فکرم این قدر صدای خوش میاد. پس باوری کامل داریم چون گفتن در صحبت دیگری حتما خواهیم اجرا کرد و در بعض حالتی می شود اگر یک سوالی پرسشی ناگهانی شود در واقع هم در بیشتر حالات ما هم به هیجان می افتیم و از گوییم نادرست یا اشتباه سخن کردن و اشتباه اجرا کردن نکردن به فکرم خوبتر است چون این است. بله خود چون استادان هم تماشا دارند برای پخش مستقیم این خودش یک جرأت است آماده بودن لازم است یعنی که چقدر که میگن در اینجا آدم محیط دیگری فرا میگیره. بله تشکر زیاد. و خب ما اینجا گفتیم تماشابینان عزیز همیشگی در هر صبح با شما خواهیم بود و دور جانبی شما بیننده عزیز روز بخیر و شادی باشد. السلام علیکم. روز بخیر و بیننده عزیز. سلامت باشید. سلام علیکم. کنسرت من سنه 26 نوامبر سال 2017 برپا نمودم. من خدا اگر خواهد البته نصیب باشد در سال 2018 هم کنسرت میمونیم. تشکر زیاد. و اصلا به اندیشه شما الیاس جان گذاشتن برنامه‌های کنسرتی این چی است برای حافظان و نوازنده و سرایندگان و چون امروز نظری میکنیم سالهای اخیر زیاد به نظر میرسد از جانب سراینده ها حتی نوازنده ها نیست چون این برنامه های کنسرتی میگذارند و اونجا می نویسند شبیه ایجادی. بله شکرانه از آن میکنیم که تاجیکستان عزیز ما صاحب استقلال است. امروز آسمان تاجیکستان عزیز ما آسمان وطن ما صاف است یعنی که صلح و وحدت هست در اینجا. برای همین هم کنسرت ها زیادن، صنعتکار ها زیادن. هر یک صنعتکار مخلص خود را دارد. هر یک آن صنعتکار ها یعنی که کنسرت حساباتی خود را برای مخلصان میگذارند در یک سال یک مرتبه. چون میگم من خوشبختانه این خرسندی است. از سال چندین است که از حسابات نزد مخلص میدید از فعالیت ایجادی خود؟ راستی که من به فکرم سال 2012 بود یا 2013 بود در تئاتر تماشابین جوان کار میکردم. در اونجا اولین کنسرتم رو گذاشتم. پس از اون من بعد از دو سه سال من سلیست انسامبل سازی آواز صدای سعود گشتم. در اونجا من سال 2017 اولین کنسرتی سال نمیگن یک کنسرت خودم رو در اونجا گذاشتم. و اینجا بندشی شما وقتی در واقع تنها خود بودید اونجا باز مهمانان دیگری بودن در برنامه کنسرتی؟ نه در اونجا چون که گفتیم کنسرت یکی یعنی خودم بودم. پس درود جانب شما بیننده از روز بخیر و شادی باشد. السلام علیکم. برنامه شما را گوش میکنیم. السلام علیکم. در واقع صدای خوب و خوش و زیبای طفلکان از ما آرزو میکنیم در باره سرود در وسط کودکان سراییدند. در واقع برای چنین دسترویکان سراییدند و اینجا الیاس چون خود گفتید سونی کنسرت یعنی تنها از ایجادیات خودی یکی شما و سالانه بود و امروز حتی میبینیم در بعض برنامه‌های کنسرتی میبینیم سراینده یک است و مهمان شماری از 6 تا 7 تا 8 زیاد. آن هم میتونیم گفت که کنسرت حساباتی یا نه؟ اندیشه شما تنها اندیشه شما رو اندیشه به فکر من اندیشه من از 2 نفر صنعتکار یا 3 نفر صنعتکار باشن سال نیست میکنیم بفهمیم یعنی که کنسرت یک خون برای مثلا دستگیری همون صنعتکار یا سر لباسی در یک یعنی که به فکرم 5 6 10 باشند اگر به فکر من این
یعنی اون ثبات نمیشه به فکر من. تشکر زیاد. و اینجا ما میخواستم بابت باز چند سوال دیگر را بهر شما ارسال بسازیم و دور جانب شما بیننده عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم. روز بخیر. اولا الیاس اوسیلس را به استودیوی دیار خوش آمدید میگیم. ما مخلص اشدی آن کس هستیم. ما بسیار خوشحال هستیم که در این صوفی صادق آن الیاس اوچیلی با ما هستم. تشکر. ما ادیبه هستم از شهر خجل، مخلص اشدی همون الیاس اوچیلی. سلامت باشید. ما بسیار شاد هستیم که امروز در دنیای مهر کار میکنه، هم سرایندگی هم در کارهای و بسیار این موفقیت های کلان است برای ما. تشکر میگم به آن کس و میخواستم یک سرودی با طبع دلی خودشان معقول را برای ما مخلصان عزیز سراییده باشند. تشکر زیاد به شما. سراول موفقیت ها در کارهای ایجادیتان. ما سرودهای نو به نو شما رو انتظار هستیم. کوشش میکنیم که در کنسرت های آینده شما نیز اشتراک کرده آواز خوش شما را شنیده باشید. تشکر زیاد. رحمت. تشکر زیاد خواهر عزیز و مهربان. برای شما نیز ما همیشه صبح شادی رو خواهانیم و چون گفتن درخواست هم کردن ما گفتیم همیشه که جای اول میگیریم. گفتن بهار خود شما گذاشتم که بیشتر کدامی از ایجاد شما از ایجاد استادان پسندتان است. آیا خود الیاس اوچیلی وقتی خود تنها است بیشتر کدام آهنگ یا سرود را میخواد گوش کند؟ من همه نمودهای سرود را گوش میکنم. یعنی که در ماشین گشته باشیم، در اتومبیل گشته باشیم، در آنجا در رادیو میمونیم، در آنجا سرود روسی، تاجیکی، انگلیسی میشد، ازبکی میشد، همه آنها رو گوش میکنیم. اینش معقول، اینش معقول نه، یا برنامه باشن اینش معقول، اینش معقول نه. لیکن در اصل من ایجادیات استادان رو پسند میارم. یعنی که فقط خودم باشم زمزمه میکنم از اشعارهای استادان میخونم. من حاضر از استاد جلیبک مراد فهم یک پس تصور میکنیم که خوب الیاس اوچیلی تنها نشسته در آرامی. بله این سرود در حیات من هم من همین گونه حرکت میکنم، همین خیلی باشم که دست بر سوراخ بری از زهر مار اندیشه کن، دست بر سوراخ بری از زهر مار اندیشه کن، پای در گل می نهی از زخم خار اندیشه کن، چون شناور نیستی پا در لبی دریا منی، چون شناور نیستی پا در لبی دریا منی، در میانش غرق مانی از کنار اندیشه کن، در میانش غرق مانی از کنار اندیشه کن. این مضمون هاش جدا بسیار است، مضمون جدا معنی کلان دارد. برای همین این سرود ها سال سال عمر میبیند. و اصلا بندشه شما این است چون سرود و آهنگ نیز میتواند انسان را تبابت کند و در یک لحظه در یک نوبت دیگر خواه نخواه زندگی است، بعضا راههای همواری است، ناهمواری در زندگی است، افتادن از غم از اندوه است، میتواند در اون لحظه ها همیشه دستگیری باشد و یا دوست و همراه دائمی باشد. بله در حقیقتا در عالمان چین هم اثبات کردن در حقیقتا این آهنگ، موسیقی، سرود انسان رو تبابت میکنند. و اویا میگفتید توصیه میدادید که تماشابینان ما در خانواده خود بیشتر چگونه آهنگ و چگونه سرودهای با خود نگه داشته باشند. اگر غم و اندوه شد بگذارند صدایش را و با آرامی خود تنها گوش بکنند. بله چنانه که میگوییم میبینیم
ба як кас мошинаи мерседес маъқул, ба як кас мошинаи жигули маъқул. тамғоҳои гуногун. бале барои як кас реп маъқул нест, яъне ки дур аст аз ин дунё. бале яъне ки табаш болида бошад репро гӯш кунад, агар хастагӣ меорад. як нафар мегӯяд ки биё мон классикиро мон биё репро гӯш мекунем, ин барои таби худашон вобаста аст. кадом оҳангро интихоб кунанд бояд ки гӯш карде ҳаловат барад. беҳтарин аст. бале ин ҳам як на ҳар кас оҳангро ҳазм карда метавонад, дарк карда метавонад. ин ҳам як чӣ хел мегӯянд, як чизе мегӯям, маҳорат инам истеъдод аст ки як оҳангро гӯш карда ҳаловат бурда, ба таври пурра бале мазмунашро дарк карда. оҳангам дарди худро дорад. масалан бале метавонем гуфт масалан оҳангҳо ҳаст ки як навозанда дарди худашро бо оҳанг бо навохтан дардашро ҷо кардагӣ дар он сабт. масалан яъне ки шунавандаам гӯш мекунад дарди ҳамон навозандаро. ва бори шудааст Илёс чун дар оила хуб падар гуфтам, хуб фарзандам. ҳафтаи гузашта, ҳафтаи равон ва ё худ рӯзи гузашта барои ман на он қадар рӯзи хубу хуше буд. чӣ хуш мешуд як маротиба асбоби мусиқиятро меовардию барои ман як оҳанги дилнишинӣ месарои то оне ки ман роҳат карда бошам. Буданд чунин ё на? бале ин хел масъалаҳо бисёр воқеаҳо мӯл мешавад, бисёр мешавад ҳамроҳи падарам. падарам вақте ки падари азизи манам навозанда ҳастанд, яъне ки дар тӯи маъракаҳо нестанд, лекин барои худашон. яъне ки манам навозандаи моҳири ҷудо забардаст набошам ҳам, яъне ки метавонам як оҳангро барои кас фаҳмонда метавонам ки ин ҳамон оҳанг ҳаст. ва пас вақте падар хоҳиш мекунанд кадоме аст ва мегӯем дуруд ҷониби шумо бинанде аз рӯз ба хайру шодӣ бошад. ассалому алайкум. صوفی نوا با شما خیلی مقدار میگویم саломат бошед. امروز مهمانی برنامه شما ایلور آشنا هستم ташаккур. раҳмат. اما آن کس را به برنامه خوش آمدید میگویم раҳмат. ташаккур. من یکی از مخلصان شما از شهر خودم هستم саломат бошед хоҳир азиз. یکی از سرودهای من میدانم که همه صنعتکاران رو سرودهای دوست میدانم бале و یکی از سرودهای بهترینی خودتان را میخواهم سیدن شنید хуб шудааст. хуб кадомашро сароя дидия? فرق ندارد хуб پس تشکر زیاد و پس به خاطر شادی و طبی والده بیننده عزیزی ما چرانه و گفتیم چون اگه امکانیت را به دست گرفتیم. بله. شقشقی دستان بین این گلی ریحان بین شقشقی دستان بین این گلی ریحان بین آوخته در گردنش الماس مرجان بین آوخته در گردنش الماس مرجان بین. تشکر عزیز سلامت باشید. و درود جانب بیننده دیگری میگوییم چون در خط علاقه ایستاده با ما. السلام علیکم. السلام روز بخیر و شادی باد. به شما هایم من یکی از اولین مخلصی این کس هستم. تشکر. مرا شناخته؟ سلامت باشید. البته برای چی نه؟ شناختم. شما من درست؟ خیلی شدم که این کس را شما به استودیوتان تکلیف کرده. رحمت. من به این کس خوشی های زندگی و زمینی بلندی صنعت را خواهانم. هر وقت که این کس میبراین سروتاشان را میسراین من دم را خرسند حس کرده خرسند میشوم که آن کس از همین زمینی یکم به آنچه بالا برآمدن تشکر. و با بلندتر برام تشکر. با دستگیری شما البته. را سرایم. اگر امکانیت باشد همون 4 میسته از سرودی من دست میداشتگی سرودم رو زمزمه میکردم و خیلی خرسند. اگر مخفی نباشد چی بود؟ به فکرم از یادم فراموش شد. نامش یار. یار. متن به خاطر اومد؟ ما بله. تشکر زیاد برای زنگ شما. این سرود به فکرم سالهای 2000 بود. راستی گپ متنش در نه اونقدر خاطر دارم. آهنگ رو خاطر دارم. آهنگش هم استرادی بود، یک آهنگی ترکی بود
نمیدونم خب به فکرم و بس بیت همانند این مصرع‌هایی رو اجرا می‌کردند، همانند یارو یک صورت باشه، در واسه عشقی باشد، محبت باشد، بیانگری ابراز محبت باشد. نه خوب چون سخن کردند. بله. ای باد مکش طره جانانه ما را، ای باد مکش طره جانانه ما را، زنجیر مجنبان دل دیوانه ما را. تشکر. این از ایجادیات استاد جریبک نبی فاس این سرود و شعری کمال خوجنده بهترین است. و اینجا ما الیاس جان آمدیم و فرجام برنامه این صبحینه و صحبت ما با شما با بیننده و مخلصان و میخواستم در انجام چند اندیشه شما را بشنویم. اندیشه من میندار خودم رو برای کلی کارمندان شرکت تلویزیون و رادیوی دیار میرسانم، از زمین پاستبان تا سربان میندار خودم رو میرسانم و اینچنین برای مخلصانم تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم و مینداری خود را بیان میکنم. بگذار در خانواده هاشان خرسندی هویدا باشد، برکات باشد. مینداری خودم را باقی سلامتی برش همیشه میخوام. پس تشکر زیاد میگم و اینجا ما میتوانیم گفت که مخلصان شما را تا انجام سال گویم باز چیزی و چندی دیگر نوگانی از شما انتظار باید باشند یا نه تنها 2019 باید انتظاری بکشند از ایجاد و آهنگ و سرودی نوی شما؟ نه، ما حرکت میکنیم سال 2018 با یک کنسرت کلان در کاخ فرهنگ رودکی من با دستگیری استادان عزیز ما انور جان قاسموف، علیم جان واحدوف، علیم جان محمودوف، اینها استادان من هستند. این نفرها برای من دستی یاری دراز میکنند. با همراهی دوستان عزیز ما من کار میکنیم برای مخلصان کنسرت های نو، کلیپ های نو را ایجاد میکنیم. پس انتظار باشند. بله. پس تشکر زیاد و برای تشریف شما پیش از همه عرض سپاس میکنیم و باوری کامل در آن داریم. امروز صبحی که با شما پیشواز گرفتیم و در خانواده بیننده بودیم از آن سوال‌هایی بودند، از آن پاسخ‌هایی بودند که از قسمی آن رو باری اول پاسخ شما شنویدم. بله. باقی میگیم ما همه کسا برای هر یکی شما بیننده عزیز بگذار آغاز هفته اتان پر از شادی باشد، پر از نیکی ها باشد. پس در واقع هم گفتند الیاس جان که سرود آهنگ نیست همیشه میتواند هم تبابتگر باشد و هم تربیتگر. پس باشد که در زندگی شما همیشه سرود و آهنگ همراه هر لحظه اینه زندگی